استاد بعد سوال بعدیم همین بود که خوشتومن مثال زن محرم ندارد میتواند که با دامادش حج کند. محرم است آخر همون داماد. همون داماد محرم است. داماد هیچگاه آدم یعنی که خوش دامنش به زنی گرفته نمیتوند. یک عمر همین زنک که وقتی که نکاح کردید زندگی کردید الکه این زنک مرادم طلاق دیدم مادرش گرفته نمیشه. و امهات نسائکم الله تعالی که مادران همسرانتان یعنی برای شما محرم است، محرم ابدی تا روز قیامت. و مادر است دیگه، وای که سفر کرده میشه خلوت مانده میشه و زن کرده گرفته نمیشه و محرم است. بنابراین میتونه داماد که حج کرده داماد خودش باشد میتونه، داماد جیر داماد خواهرش که نه، داماد خودش که